بسم الله الرحمن الرحیم. تشکر از شما. ما در حال حاضر در افغانستان 11 پارک صنعتی فعال داریم، 13 پارک صنعتی فعال داریم، 11 پارک صنعتی داریم که توزیع زمین ها از قبل آغاز شده در برخی از این فابریکا، در برخی از این پارک های صنعتی فابریکای تولیدی ایجاد شده. ما در کل افغانستان حدود 1000 فابریکه در حال حاضر داریم که به اصطلاح ثبت راجستره و شاید بالاتر از 5000 فابریکه کوچک دیگه هم ما داشته باشیم که در نقاط مختلف افغانستان از جمله در کابل، ولایات مرکزی مثل هرات، قندهار، جلال آباد فابریکای خرد کوچک دیگه هستن که اینا فعالیت دارن. خوشبختانه فعالیت فابریکای تولیدی باعث شده که ما در 60 سکتور به خودکفایی و نیمه خودکفایی برسیم و ما را دیگه نیازمند نکرده که ما باز هم برخی اقلام از بیرون از افغانستان که در سالهای گذشته پول بسیار زیادی را از افغانستان بیرون میکرد، او پول دیگه بیرون نمیکنن. جدا از بحث زمینی کار برای مردم در افغانستان در شرکای صنعتی به وجود آورده. مسئله‌ای که بسیار مهم است در این فابریکای تولیدی، مواد مورد نیاز اولیه مردم تولید میشه، مواد ساختمانی تولید میشه. ما مثلا گادر و چیزای مواد ساختمانی تولید میشه و ما پلان داریم تا پایان سال 1400 ای که ما به 100 سکتور در خودکفایی و نیمه خودکفایی برسیم و جدا از ما بتونیم میزان صادرات خود افزایش بدیم. حالا زمانی که یک کشور به اقتدار اقتصادی میرسه، دلیلش است که او صادرات از او افزایش پیدا میکنه و در برنامه‌ای که ما روی دست گرفتیم در سال 1400 برنامه‌ای است که میزان سکتورهایی که ما به خودکفایی نیمه خودکفایی برسیم به 100 سکتور افزایش بدیم و جدا از 80% میزان صادرات خود بتونیم از افغانستان افزایش بدیم که صادرات ما شامل محصولات زراعتی، میوه خشک، میوه تازه، سنگ‌های قیمتی، گیاهای طبی و بعضی محصولات دیگه مثل زعفران و مثل جلغوزه سیاه در افغانستان. ما در قسمت تولیداتی که در فابریک‌های صنعتی ما داریم به اکثر کشورها ما صادر میکنه. من مثلا نمونی از او براتون بگم که شاید برای خیلی جالب باشه که ما به اصطلاح دیگای چودنی یا دیگای میسی که ما در افغانستان تولید میکنیم در هرات و قندهار و جلال آباد و کابل، جالب است به استرالیا خریدار داره. همین لحظه که ما با شما صحبت میکنیم در نمایشگاهی که ما عموما در کشورهای دور و نزدیک میگیریم، مثلا در هفته گذشته ما 2 نمایشگاه در چین داشتیم، نمایشگاه مشترک، یک نمایشگاه ماه گذشته در چین داشتیم، نمایشگاه مشترک در ازبکستان داشتیم. در این نمایشگاه ما تونستیم محصولات داخلی که در افغانستان داریم، در فابریکای تولیدی داریم، اینا رو به نمایش بگذاریم و خریدارای بسیار خوبی پیدا شد. ما همیال برخی اقلامی که ما در فابریکای تولیدی ما تولید میشه به بیرون از افغانستان صادر میشه. جدا از این مسئله ما در ابتدا تمام تلاش خود میکنیم که به خودکفایی برسیم، جنس از بیرون وارد افغانستان نشه. این خودش یک دستاورد بزرگ است. ما که بتونیم جنس در داخل افغانستان نیازمندی مردم که حدود 30 و چند میلیون نفر ما تامین بکنیم، خیلی از کشورها اول به خودکفایی رسیدم سپس به صادرات رسیدم. ما برنامه ما همین است که ما در ابتدا بتونیم تمام نیازمندی‌های مردم را در داخل افغانستان تامین بکنیم و سپس میزان صادرات خود به بیرون از افغانستان به چند برابر برسانیم. یکی از موارد بسیار مهم در فابریک‌های تولیدی ما اتفاقاً عصری بودن وسایل تکنیکی فابریک‌های تولیدی است که ما اتفاقاً نسبت به خیلی از کشورهای همسایه ما که مشکلات دیگه‌ای دارن، ما با عصری‌ترین امکانات و مسائل تکنیکی در فابریک‌های خود دسترسی داریم. مثلا من برای شما بگم فابریکه کیک، بستنی، پلیتلین، پروفیل، گادر و وسایل دیگه ما اتفاقاً عصری‌ترین و مدرن‌ترین وسایل تکنیکی از کشورهای معتبر دنیا خریداری میکنن. دلیلی که ما وارد افغانستان میکنیم چیست؟ این که ما هیچ پول مالی از درک وارد کردن به اصطلاح دستگاه‌های برای فابریک‌های تولیدی هیچ پولی نمیگیریم. یعنی او صفر است، پول مالی از این صفر است.
بر شما به عنوان یک تاجر صنعتکار اجازه میدم شما بریم وسایل تکنیکی وارد افغانستان کنیم بدون از اینکه یک افغانی شما پول بپردازیم. این که در گمرکات ما در بخش مالیه یا بخشای دیگه شما میتونید رایگان وسایل خود فقط پول انتقال از خودتان میدین، دیگه ما هیچ پولی نمیگیریم. به خاطر همین ما بهترین و بیشترین امکانات خوب در افغانستان داریم، در کشور داریم که میزان تولیدات ما هست و وضعیت نسبت به سالهای گذشته در حال حاضر در فابریک‌های تولیدی ما در شرکای صنعتی افغانستان خیلی خوبه.